فولکلور مراسم‌های موسمی تاجیک از قدیم الایام نمادهای ایجادات لفظی خلقمان به شمار می‌رود. در آن تجربه‌های مهنتی، ذکاوت و خرد دهقانان و دیگر طبقه‌های اهالی افاده یافته است. از بس که فولکلور مراسم‌های موسمی به جهانبینی، رسم و آیین و عنعنه‌های خلق عضواً علاقه‌مند است، آن را با مراسم‌های دهقانی یکجای تدقیق نمودن جایز است. یکی از مراسم‌هایی که قید کرده شدن آن به بیداری طبیعت و کارهای دهقانی وابسته است، گلگردانی میباشد. اومدن بهار یک رمز خوشبختی و سعادت است. بهار، نشانه اولین بهار رویدن گل‌های بهاری که در بسیار وقتا گلی زردک، این نخستین گلی است که زیر برف‌ها میروید و اون گل کودکان میگیرند، دست میبندند، بعد با آدمایی که راهگذرا تقسیم میکنند. مثلا دورهایی که کودک بودیم این گل از زیر برف میچیندیم، بعد زیارت میکردیم این گل بمونند که دروامون میمولدیم یا مادرمون یا مثلا بیبیمون میگشتن این گل یا نمونه خوبی برای خوشبختی و سعادت میمولدن که بهار خوب بیاد، سال خوب بیاد. و یکی از این گل ها گل زردک بود و خیلی انسان ها از این گل پرستاری میکردن. حالی که ما در شهر میشینیم از این عنعنه و سنت ها دورتر شدیم، لیکن مردم دهات از این گل همیشه با خبرند و این گل رو خیلی دوست دارند، چون که این اولین نشانه بهار در همین گل زردک نمایان میگردد. سنت های قدیمه و امروزه تاجیک یک مقام دارد خاص و رمز دارد از بهار و از زیبایی و از همون چیزای نادرترینی بگیم معنوی مردم تاجیک. و وقتی که امو کلاسیکای ما را میبینید و شاعرای امروزه را میبینید، قسم زیادی اثرهاشون درباره گل و طبیعت و این چیزا بحث میکند و شعرخوانی میکنه. گلگردانی را تاجیکان از زمانهای قدیم به مناسبت نخستین شکوفه‌های بهار تشکیل می‌نمایند و آن قاصد بهار و نوروز است. در قدیم گلگردان‌ها کلانسالان بودند، اما این مراسم را حالا در اکثریت محله‌ها جوانان و بچه‌ها به عمل می‌برند. این بچه‌م نوروز مبارک، خدا بخت سفیدت بده، عمر درازت بده و دخترها را جمع کنی و برارت تازه کنیم. پاک بچه را برار. سوکاکیایش تای منو لازمینیای من ایت. گل دیگری که از پس گل زردک میاد گل سیاهگوش میباشد. گل سیاهگوش خیلی گل زیباست. گلی که مثلا مثل قوش ابروی دخترها هست. مثلا اونا بیشتر زنها میگیرن به ابروهاشون، اول بوسه میکنن، بعد خدا رو شکر میکنن، شکر خدا میکنن، شکر نعمت میکنن و باز هم آرزو میکنن که امین بهار بیاید و بهار گلگوشکفان بیاد و زندگی خوش بیاد و سعادت بیاد و این گل رو همیشه خانه به خانه گردانده. مثلا از این گل یا نعمت میکردن به خوشه و به ابروهاشون هم از این گل میمالدن با امیدی که مثل گل خوشروی باشن به نیت زیبایی. یک سنت مردمی مخصوصا فارسی زبان مردمی تاجیکان هم بود. با این سنت بسیار قدیمه و سنت بسیار زیبا پهلوهای گوناگون فرهنگ و مدنیت ما آرایش و زیبایی یافتند و آنها در ادبیات و فرهنگ هم جای معین دارند. مثلا ما میدانیم که اینچنین ایدها و آیین‌های از قبیل روز گل سرخ، گل لاله،
گل سیاهگوش در فرهنگ و انعنه‌های مختلف ما ارز هستی داشتند. آنها در مناطق معین جامعه ما به هر شکل و به هر اسلوب از خود نشان دادند. بچه ها با مقصد گلگردانی از تل و تپه و دره و دامنه های کوه دامنی آفتاب روی گلها شده اهل دهه خود را از پایان یافتن زمستان و فرا رسیدن فصل بهار و آغاز کشت و کار از آمدن نوروز دلافروز مژده می‌دهند. به عوض چنین خبری خوش صاحب خانه به دست گلگردان ها که از 5 تا 8 کس عبارتند تحفه ها می‌دهند. من در آشانه نهم زندگی میکنم. 2-3 روز پیش شد که کودکا با همون یک دسترخوان میگیرن، یک متاع میگیرن، در درون آن همون یک 4 نفر 6 نفر میشن و زیادتر همون سرود بایچچک را با لهجه های محلی و لهجه های امروزی که در کتاب های بدیعی و در تلویزیون ها میگن اونها را از خود کردن. سرود بایچچک را خوانده میآیند و بایچچک تا حال در خوجند گم نشده است. این زیباترین گل است، لیکن زود آمدن زود گذر است، به مانند گل زردک. یعنی زود از بهار خبر میدهد، باز همه خیلی غیبش میزند. گل دیگری که باید تمنا و ناز و اشیا به وجود میاد، این گل لاله است. گل لاله را ما تاجیکان عروس سال میگوییم. عروس سال میگن. گل لاله در تمام دنیا مشهور است. در بسیار جاها گل لاله را، این هم یک از نشانه های بهار است، گل لاله را جشن میگیرند در بسیار هلند و در مثال امریکا و در ایران و در دیگه جاها، دیگه کشورها گل لاله را با خوشحالی روزهای جشن دارد، روزهای سیمپوزیوم حتی میگذرانند. و سال دوم است که در کشور ما هم همه مسئله گل بهاری گل لاله را جشن میگیرند که به نزدیک ماه اپریل به فکرم با روز گل لاله می شود. برای همه گل لاله هم یک از نشانه های بهار هست. حسن انسان هم بیشتر با گل نسبت داده میشه، خصوصا زیبایی زنانه را با گل تشبیه میتهند و طبیعی است که در سنت های ما گل موقع خودش دارد و خصوصا وقتی که بهار می شود و طبیعت زنده می شود، گل پیدا می شود. اولین گل یعنی گل سیاهگوش، بعد گل لاله. این گل های دیگر رمز کرده، از قدیم الایام رمز آمدگی است و این رمزها به شکل یک سنت انعنه وارد شدگی است. مثلا در بخارا و خوجند و همه شهرهای قدیمه ما و شما یک سنت های گلگردک میگویند مثلا، و این گلگردک ها به طریق یک سیناری میگذارد، یعنی لحظه به لحظه چی شدگی است، تقسیم شدگی است که در کدام لحظه این چیز پیدا میشه، در کدام لحظه مثلا گلا را به پیشانی به چیزی مقدس قبول کرده، بعد از پسش یا مثلا خانوادگی ها به همون کسی که برای شما تحفه میبیارد گلی سیاهگوش یا
گل لاله را شما را به عوضش یگانچه اهدا میکنند. کدبانوها گلها را به چشم و ابروان خود مالیده از صحت و سلامت به بهار نو رسیدن شاد می شوند و با نشان ممنوعی سبکی های تو از ما و وزنینی های ما از تو بر این سخن های عنعنوی می گویند. بالای دیده برای که ما شکرگزاری میکنیم از این نعمت خدا، از این نعمتی که طبیعت به ما داده است. این یک نشانه چی میگن بشکی اعلان کردن، یعنی نشانه اومدن برکت رحمت است. همچنین که در نوروز ما نهال شنونی میکنیم و میخوایم با دستان خودمون نهال شنونیم آینده برکت رحمت بیاید. مثلا مردم در وقت نوروز زمین شدگار میکند، کشت میکند، یک قسم آدم ها عید میکنند، یک قسم دیگر عید خود را، خوشبختی خود را در شدگار زمین و در شنوندن نهال ها و تازه کردن جوی کانال ها میبینند. برای همین هم گل ها هم یک رمزی است که ما اگر اونو در دیده خود مولیم یا از جهت روح و روانشناسی باوری داریم که برای ما خوشبختی میاد. انسان از جهت روح و روانشناسی وقتی اعتقاد اخلاص دارد به هر چیز، به همون چیز برای وی میشود. حتما اگر ما نسبت اون به احترامی کنیم برای ما همون چیز شاید خاصیت خوب نداشته باشد، چون که پسیکولوژی روح و روان انسان به طبیعت خیلی علاقمند است. طبیعت چقدر زیبا و خوشرو و دلکش و دلربا باشد، انسان همون قدر زیبایی خود را از آن میگیرد، همون قدر با انسان هم جوان و خوشروی زیبا میموند. بنابراین احترام گذاشتن وای مردم کلانسالای ما خیلی احترام میگذاشتن، به دیده ها میمالدن، به قاششون میمالدن، به روحشون میمالدن، بعد شکرگزاری میکردن، بعد از اون گل پرستاری میکردن. با فرا رسیدن فصل بهار انبوه کودکان اولین گل‌های سیاه‌گوش را پیدا نموده، جمع آوری نموده به همدیگر تحفه میکنند، به نزدیکان و پیوندان خود آنها را پیشنهاد میکنند و در روزهای بهاری، در روزهای نوروزی به خانه‌های همدیگر آنها را میبرند، از همدیگر تحفه میگیرند. یعنی این یک سنت قدیمی است که آن به حیات و زیبایی و فرهنگ استتیکی ما وابستگی دارد. گل‌های بهاری یک نمود هدیه بود، هدیه میدادن و آورده آدم‌ها اون تا یک روز آخر نگاه می‌داشتند. حتی گل زردک یا ریشه دارد مثل تگمه، اونا میگشتن خشک میکردن مثلا برای دارویی که بعضی داروهای انسان یا رچه ها میرومد و یگون کسلی های آبیله ها و اینا میرومد، اون رو گسته خشک کرده برای همین بیمار ها میمالیدن تا اینکه شفا یابد. یعنی معلوم میشد که همین تمام چیزی که در طبیعت است و یک حکمت دارد، با حکمت آمده است و ما به حکمت او باید اهمیت دهیم. سیاه‌گوش که از اولین گل‌های هست که برابری حتی در بعضی حالت‌ها وای فقط در پهلوی برف میروید، برابر آنه که اولین گرمی را زمین احساس میکند، به گرمشوی شروع میکند، سیاه‌گوش در پهلوی برف میشکفد، برآمد میکند و بعد سیاه‌گوش دیگر علف‌های دیگر میبرند. عادت گلگردانی به اصطلاح گوناگون قریب در بین همه فارسی زبان‌های آسیای مرکزی و خراسان مشاهده می‌شود. تاجیکان جنوب و مرکزی اگر گل سیاه‌گوش را گردانند، تاجیکان شمال علل خصوص سمرقند و وادی‌های زرافشان، فرغانه و قشقدریا گل بایچچک را گردش می‌دهند. خود همین مراسم باشد بایچچک و یا بایچچک گوی نامیده می‌شود. اهالی بعضی دهه‌های بالابی زرافشان آن را بایبندک نام می‌برند. وقتی که ما خرد بودیم بابایان ما از که این گل سیاه‌گوش گل اول بهار را برای ما دسترس می نمودند و اینچنین ما آن را شادیانه گرفته به روح ابروی خود به دیده های خود می مالیدیم و پیغام این نوبهار را به مردم می رسانیدیم. به خانه های آنها شادیانه خرسندی آور گشته به خانه های آنها می بردیم. آنها نیز از این دیدن گل سیاه‌گوش بالید خاطر گشته به ما شیرینی ها را هدیه می کردند. اینچنین برای پختن آش بایچچک برنج و روغن می دادند و آن را ما همه شادیانه جمع آوری نموده
به خانه‌مان برده به مادرمان می‌سپاریدیم و مادرمان شادیانه به ما همه کودکان را جمع می‌نمودند و از آن آش بایچیچک را به ما پخته می‌دادند و ما خرسندی آور شده یک جایه این آش را می‌خوردیم و این چنین بابایان و بیبیان ما دستی دعا می‌برداشتند که تا بهار آینده نیز خوش و خرسندانه با اقدام نیک این فصل بهار را گذرانیم. اول وقتی که بایچیچک میان کلانسالان میبرن همراه کودکای خود از خانهشان خواهش میکنند که اون سرود خوانده ایستادگی کودک دیگری از خانه میبرند گوش کنند با دقت دستی هم باید یگان سوغا میدن امروز قند و کرمیل های و شکلات های یا کمتر تنگه و همین چیزها رو تیار کرده میستند و میگویند که شما بایچیچک خوانید و بایچیچک که امروز در درون یگان ظرفچه گرفته میآیند کمتر آب انداخته ریشش کردی زنها میگیرند بوسه میکنند به قاشقشان به هر دو قاشقشان میبرند که ما را نیز باز خدا نصیب آورد با سال نو یعنی بایچیچک که در تگی برف میآید برف آب شده ایستاده است در جای خنک میآید در کوهستان میآید اونها را هم بچه‌ها رفته چیده آورده من کوه روخک است اینجا میگویند در طرف جنوبی شهر خوجند و ناحیه بابا جان غفورов قسمت غربی آن و اون تا چی میرود طرف اسفله میرود همون کوه از اینجا است توفه کردن گل یک رمزی صمیمانه و تازگی احساسات به شما مثلا گذاشتن است برای همین از این نگاه اگر که نظر میکنید البته چیزای رسمی سنتی بسیار است لیکن مهمش که همین چیزا زنده است از اون نگاه که همیشه ما و شما میخواهیم که همین چیز رسما نباشه سنت نباشه صمیمانه باشه گل را هم تبریکات قبول میکنند آن را همچون تمنیات نیک بالای چشم میمالند و در برابر این به آن هدیه کنندگان هم همین چیز را تمنا مینمایند در خانه ها گل پروری میکنند مثلا در خانه ها در نزدیکی بیناها در جای زیست در شهرها هم گل هم در برابر زیبایی تراوتش با این چنین تازگی هوا را مساعدت میکند یک روحیه دیگر پیدا میشود بسیارها میخواهند توقف کنند آنها دسته های گل را برای نزدیکان خود خریداری نمایند یا اینکه تحفه نمایند همه این نشانه از بهار است از حیات نو است از روزگار نو است مردم وادی حصار گل سیاهگوش را گردانیده مراسمش را گلگردان میگویند. در بعضی محله ها با نام بهار نو مبارک باد و گل نوروزی نیز معمول است. گل های سیاهگوش، نوروزی و بهمن و بایچیچک در هر موضع موافق شرایط طبیعی و جغرافی پیش و عقب می شکفند و از این رو مراسم گلگردانی پس و پیش برپا می گردد. انمی سنت همین مناسبت همین ارزش گل در فرهنگ ما و شما باید همیشه نگاه داشت همیشه یک با مثلا کانتکست های نوی ارزش های انسانی بررسی کرد از این جهت خب هر دفعه مثلا وقتی که ما میخواهیم در آینده هم مثلا آدمی تمدنی باشیم و یک رمزگرا باشیم و چیزی شاعرانه را احترام گذاریم باید از گل سر کنیم از احترام گل و تقدیم احساسات صمیمی انسانی را به همون نفره که ما گل تقدیم میکنیم باشد دروغ نباشد رسما نباشد صمیمی باشد اینش مهم است این عنعنه و رسم و آیین‌هایی که صلح به طوری در دهات همه چی میگن میگذشت لیکن عنعنه نبود رسم آیین نبود خصوصا در شهر قشلاق‌ها و رایون‌های کوهستان این چیز نبود با فعل تشبوس و زحمت های زیادی پرزیدنت کشورمون محترم امام علی رحمان همه عنعنه و رسم و اینها عینه زنده کرده شد از نو به راه مانده شد یعنی ما مردم ملت
کشور با همون رسم و آیین و سنت زنده است. مثلا مردم هند گیریم اگر تمام اون عنعنه و رسم و آیینش نگه می‌دارد. ما البته که سالهای سال در زیر اتحاد شوروی حکومت سوویتی که زندگی کردیم از این رسم و آیین‌ها دور موندیم دیگر. در قشاق جای البته بود، مثلا نوروز مسائل اداره میگذراندن، لیکن به طور رسمی نبود و به تشبوس محترم امام علی رحمان پرزیدنت کشورمون این کارها برای مانده شد که یکی از بزرگترین کارهای این شخص بزرگ است. یعنی وقتی که ما رسم و آیین داریم، عنعنه داریم، یعنی سنت داریم، هم عید میکنیم، هم خوشبختیمون میکنیم، هم فخر میکنیم با این، هم ما خودمون در این نشون میدیم که ما هم ملت بر این هویت ملی داریم، شخصیت داریم، خودشناسی داریم، بعد فرهنگ داریم، تمدن داریم. اگر این صورت که ما نشون ندیم مردم ما رو یه میده ملت حساب میکند. در اکثر موضع‌ها این مراسم در اولی ماه هوت یعنی آخرهای فوریه و اولی ماه مارس فرا می‌رسد. متن سرودهای گلگردانی بسیار ساده و ریخته بوده با آهنگی متن‌تن سراییده شده آمیخته دراماتیسم و هزل و شوخی میباشد. در آنها پس از هر بند که از 3 مصرع عبارت است یک مصرع به صفت نقارات تکرار می‌یابد. نقارات را همه سرایندگان اجرا می‌کنند. استاد عبدالسلام دهاتی یک شعر بسیار مشهور داشت، سیاه‌گوش و برف. سیاه‌گوش و ترمه اگر گمان نکنم. و در آنجا بسیار خوب انعکاس کرده است که ترمه و برف اول به سر سیاه‌گوش زیادرویی میکردن، آنها تهدید میکردن که وقتی ما است شتاب نکن، ما تو را زیر خود میگیریم و از بین میروی، سرمازده میشوی. ولی سیاه‌گوش چون از آمد بهار درک گرفته بود، آهسته آهسته روز به روز نشأ و نما یافت، پهن میشود و برف و سردی و خنکی پای سر میشود و فصل طبیعت به یک مرحله دیگر انتقال یافت. اینها ابرازهایی هستند که ادبیات ما را هم غنی و پرغناوت میگردانند، زیبا میگردانند. لیکن مردم باید از این گلها همیشه پذیرایی کنند مثل قبلا این سنت حفظ کنند، چون که حفظ کردن سنت این مناسبت انسان به طبیعت، یعنی طبیعت انسان که خودش از همین خاک و سرزمین که غذا میگیرد باید نسبت نعمت‌های طبیعت هم نعمت‌های زمین هم احتیاطکار باشند، یعنی با احترام رفتار کنند و این گل‌ها رو دوست دارند و همیشه زیر پا نکرده از اونها مثلا پذیرایی کنند، چون که گل هم مثل انسان است، جون دارد، یک مدت و میسبزد، یک مدت طبیعت زیبا میکند، یک عمر که کوتاه دارد، 2 سال دیگه از نو به وجود میاد. یعنی نشانه این است که برای ما فراوانی و نعمت و خوشبختی میارند. گل همچون یک نشانه، همچون یک رمز، همچون یک عنصر اساسی همیشه جایگاه معین داشته است و امروز هم سراپا ما همین را در حیات خود، در جامعه خود، در اطراف خود مشاهده میکنیم. در دست بچگان، در دست نورسان، کودکان، دست گلها را میبینیم که آنها پیام از فصل نو، از فصل بهار، از احیا شده این طبیعت از نوروز میرسانند. بهار آمد، چچل برآمد، نوروز آمد، چچل آمد، بهار آمد. مراسم گلگردانی نهایت قدیمی است و خاص هم شهر و هم دهات می باشد. معلوم می شود که اگر در زمانهای گذشته مراسم گلگردانی را در دهات به طرز دیگر اجرا نمایند، شهریان آن را موافق شرایط شهر برگزار می نمودند.